سلام دوستای خوبم، با بافت اسکاچ توت فرنگی در خدمتتون هستم. اسکاچ توت فرنگی رو شما حتما باید با این کامواهای سوزنی ببافید که برای شستشوی ظرف میخواید ازش استفاده کنید حسابی کف کنه و به درد شستن ظرف ها بخوره. بقیه کامواها فایده نداره. خب برای شروع ما میایم ابتدا حدود 6 تا 7 تا زنجیره میزنیم و حلقه درست میکنیم. در ابتدا ببینید این نخ سوزنی ما هستش، قلاب رو میبریم زیر نخ، این قسمت رو به این ترتیب با دستمون نگه میداریم و قلاب رو یه پیچ میدیم و این نخ رو از تو این حلقه رد میکنیم و این قسمت رو محکم میکنیم. به اصطلاح میگیم ما الان سر انداختیم. خب بعد باید بیایم اینجا حدود 6 تا زنجیره بزنیم، یعنی این نخ رو از تو این حلقه رد کنیم. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا و 6 تا. 6 تا زنجیره که زدیم ابتدا و انتهای کار رو به هم وصل میکنیم با یه بست و یه حلقه تشکیل میدیم. یعنی چه کار میکنیم؟ یعنی قلاب رو میاییم وارد زنجیره ابتدایی میکنیم، این نخ رو میگیریم از اینجا و از توی این زنجیره ابتدایی و از توی این قسمت رد میکنیم. الان ما یه دونه حلقه تشکیل دادیم که برای شروع باید توی این حلقه ما 12 تا پایه بلند ببافیم. خب ابتدای کار من میام و 3 تا زنجیره میزنم چون میخوام پایه بلند ببافم. به ازای قد پایه بلندم 3 تا زنجیره باید بزنم. بعد شروع میکنم به بافتن پایه بلند، یعنی به جز این 3 تا زنجیره که خودش حکم یه دونه پایه بلند رو داره، من 11 تا دیگه پایه بلند باید تو این حلقه ببافم که کلا بشه 12 تا. پایه بلندم که نخ رو میندازم دور گردن قلاب، وارد این حلقه میشم، نخ رو از این قسمت میگیرم. الان 3 تا نخ روی قلاب دارم. این دوتای اول رو با هم یکی میکنم و بعد این دوتا رو با هم یکی میکنم به این ترتیب. یه بار دیگه براتون انجام بدم ببینید. اول این دوتا رو با هم یکی میکنیم، بعد این دوتا رو با هم یکی میکنیم. مجددا نخ دور قلاب وارد حلقه میکنیم، نخ رو از اینجا میگیریم، 3 تا نخ داریم، این دوتا رو با هم یکی میکنیم، این دوتا رو با هم یکی میکنیم. ما به همین ترتیب ادامه میدیم و در کل با احتساب این 3 تا زنجیره باید 12 تا پایه بلند داشته باشیم. خب ببینید من 12 تا پایه بلند الان دارم، یعنی یه دونه همین 3 تا زنجیره اولم بود و 11 تا پایه بلند دیگه بافتم که کلا میشه 12 تا. الان باید من یه دونه بست بزنم. به کجا بست میزنم؟ همین 3 تا زنجیره‌ای بود که اول بافته بودم، 1 2 3 به بالا سر زنجیره سوم قلابمو وارد میکنم، این نخو از اینجا میگیرم، هم از این قسمت و هم از توی این حلقه رد میکنم. این شد بست. به این ترتیب رج اول من تموم میشه. الان همین جایی که هستم میام چی کار میکنم؟ همین جایی که هستم میام و 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. همیشه ابتدای رج رو ما 3 تا زنجیره میزنیم اینجا، چون بافت ما با پایه بلند هستش. 3 تا زنجیره که زدم، ببین دقیقاً همین جایی که 3 تا زنجیره زدم اینجا این حفره بغلیش میام و یه دونه پایه بلند میبافم. خب یعنی اینجا شد کلا یه 3 تا زنجیره که ما به عنوان یه پایه بلند حسابش میکنیم. یه پایه بلندم اینجا شد، 2 تا پایه بلند. الان میام 2 تا زنجیره میزنم و همین جایی که این پایه بلندا رو زدم همینجا دقیقاً میام و 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. این یه پایه بلند و این هم یه پایه بلند دیگه. ببینید اینجوری شد. ما به این میگیم بافت دو شاخه. یعنی از اینجا بعد هر جا من به شما گفتم بافت دو شاخه یعنی این، یعنی 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند و همش توی خونه. خب الان بعد از اینکه این کار کردیم میایم چه کار میکنیم؟ دیگه زنجیره نمیزنیم، یه خونه جا میذاریم، میریم توی خونه بعدی 2 تا پایه بلند میبافیم. ببینید نخ رو میندازم دور گردن قلاب، خونه بغلیم این میشه دیگه، اینو کاری ندارم، میرم توی بعدی و 2 تا پایه بلند میبافم. این یه پایه بلند، اینم 2 تا پایه بلند. مجددا میام و یه خونه جا میذارم، این خونه میشه دیگه، اینو جا میذارم. توی بعدیش که اینجا میشه میام و
2 تا پای بلند میبافم. یه پای بلند، 2 تا پای بلند. دقت کنید اینجا اصلا زنجیره‌ای چیزی نمیخواد بزنید، به همین ترتیب که گفتم عمل میکنید. بعد میایم چه کار میکنیم؟ بعد میایم باید یه دونه خونه جا بذاریم. توی خونه بعدی باید بیایم بافت 2 شاخمون رو بزنیم. خب اینو که جا میذاریم کاریش نداریم، میایم این قسمت وارد میشیم و بافت 2 شاخمون رو میزنیم، یعنی یه پای بلند میبافیم، یه پای بلند دیگه میبافیم همینجا که بشه 2 تا پای بلند. 2 تا زنجیره میزنیم، 1 2 و همین جایی که هستیم 2 تا پای بلند دیگه میبافیم. همون بافت 2 شاخه که اول از همه نشونتون دادم. ببینید اینجوری. الان ما اینجا یه بافت 2 شاخه بافتیم، 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیر، 2 تا پای بلند دقیقاً توی یه خونه. خب الان باز دوباره باید بیام یه خونه جا بذارم، اینجا رو جا بذارم، توی خونه بعدی بیام و 2 تا پای بلند ببافم. یه پای بلند، همینجا یه پای بلند دیگه. دوباره میام و یه خونه جا میذارم، اینجا اینو جا میذارم، توی خونه بعدیم که این میشه میام و 2 تا پای بلند میبافم. 1 2. خب بعد دیگه رسیدم به انتهای بافت دیگه. یه خونه رو باید جا بذارم، به این 3 تا زنجیره میرسم، میام به بالا سر زنجیره سوم 1 1 2 3 اینجا. به اینجا میام و بست میزنم، یعنی قلاب وارد میکنم، نخ رو میگیرم و از توی این حلقه رد میکنم. به این ترتیب رج بعدی من تموم شد. یعنی توی این رج ما چی کار کردیم؟ توی این رج اومدیم این گوشه ها یه بافت 2 شاخه زدیم، یه بافت 2 شاخه این طرف برای من درست شده، یه بافت 2 شاخه هم این طرف درست شده. این قسمت هم یه دونه 2 تایی اینجا داریم، یه 2 تایی هم اینجا داریم، یعنی یه دسته 2 تایی اینجا، یه دسته 2 تایی اینجا. این طرف هم دقیقاً به همین ترتیب هستش. حالا برای رج بعد چی کار میکنیم؟ رج بعد دیگه کار ما مشخص شد که از الان به بعد باید چی کار کنیم. از الان به بعد باید بیایم تو این قسمتی که این قسمت وسط بافت 2 شاخه بیایم یه بافت 2 شاخه بزنیم. ما اگر که بستی که زدیم این قسمت بالای زنجیره سوم این قسمت بودیم، یه مقداری توی بافت را میریم که به این قسمت برسیم. الان بهتون میگم چجوری. ببینید ما این زنجیره‌ای که زدیم سر زنجیره سوم، این بستی که زدیم الان اینجاییم، بافت 2 شاخه ما اینجاست. ما باید بریم خودمون رو برسونیم به این قسمت اینجا و بافت 2 شاخه رو اینجا بزنیم. برای همین چه کار میکنیم؟ برای اینکه بیایم اینجا یه مستقیم بخوایم اینجا بیایم بزنیم که نمیشه، بعد خودمون رو برسونیم به اینجا. برای همین قلاب رو وارد همین فضا میکنیم، نخ رو میگیریم و از توی این حلقه رد میکنیم. در اصطلاح همون بست میزنیم یا شلال میزنیم یا روی بافت راه میریم. خب الان رسیدیم به این قسمتی که به فضای بین بافت 2 شاخه اینجا دوباره شروع رج ما هستش. میایم و 3 تا زنجیره میزنیم، همین جایی که هستیم یه پای بلند میبافیم. همینجا باید بیام دوباره 2 تا زنجیره بزنم و 2 تا پای بلند دیگه ببافم. همون بافت 2 شاخه رو تکرار کنم. این یه پای بلند، این هم یه پای بلند دیگه. ببینید هر رج یه دونه از این بافتای 2 تایی، دسته های 2 تایی اضافه میشه به بافت ما. الان توی رج قبل 2 تا دسته 2 تایی داشتیم دیگه، اینجا 3 تا دسته 2 تایی داریم، خواهیم داشت. اینجا دیگه میایم چه کار میکنیم؟ اینجا دیگه میایم توی فضای بین 2 تایی یا 2 تاییمون رو میزنیم. توی رج قبل چون ما رج دوم بودیم هنوز میومدیم یه پایه رو رها میکردیم، توی پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافتیم، ولی اینجا نه. اینجا دیگه وقتی که بافت 2 شاخه‌مون رو زدیم وارد این قسمت که میشیم و ببینیم وارد اولین فضا که میشیم که اینجاست، همینجا میایم و 2 تاییمون رو میبافیم. یه 2 تایی، این هم یه 2 تایی دیگه بدون هیچ زنجیره‌ای. دوباره ببینید این 2 تایی ماست دیگه، فضای بینشون اینجا میشه، فضای خالی بینشون. اینجا میام و یه 2 تایی دیگه میبافم. یه 2 تایی، این هم یه 2 تایی دیگه. دوباره ببینید
فضای بینشون اینجا میشه دیگه، فضای بین دوتایی ها اینجا میشه. اینجا هم باید بیام یه دوتایی دیگه ببافم. وقتی این دوتایی رو من بافتم، دوباره میرسم به این بافت دو شاخه. وسط این بافت دو شاخه میرم و اینجا یه بافت دو شاخه دیگه میزنم، یعنی میام وارد این قسمت میشم و بافت دو شاخه رو من اینجا میزنم، یعنی 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پای بلند همینجا. 1 2. دقیقاً اینجا قرینه این گوشه شد. الان اینجا هم باز باید بیام توی این فضای بین دوتایی ها اینجا یه دوتایی بزنم، اینجا یه دوتایی بزنم و اینجا هم یه دوتایی بزنم. 3 تا دوتایی این قسمت میشه که دقیقاً شبیه روبروش میشه. خب ببینید اینجا این قسمت هم من دوتایی ها رو بافتم، رسیدم به این قسمت 3 تا زنجیره اول. باز میام به زنجیره 1 2 3 سوم اینجا بست میزنم. دیگه بقیه رج ها که ما با رنگ قرمز میبافیم همه تکراریه، یعنی دوباره من یه بار دیگه براتون توضیح بدم. برای شروع من میام روی بافتم راه میرم، وارد فضای بین این بافت دو شاخه میشم، یعنی اینجا این فضای خالی که 2 تا پای بلند بود، 2 تا زنجیره، 2 تا پای بلند، من وارد فضای این 2 تا زنجیره میشم. شروع بافتم هسته، شروع رجم هست، 3 تا زنجیره میزنم و کنارش یه پای بلند و 2 تا زنجیره و همینجا 2 تا پای بلند دیگه، همون بافت دو شاخه رو انجام میدم. خب همونطور که بهتون گفتم هر رج یه دونه دسته دوتایی اضافه میشه. ما رج قبل 1 2 3 تا دسته دوتایی داشتیم. ببینید این بافت دو شاخمون، اینم بافت دو شاخه این بر، 3 تا دسته دوتایی داشتیم. الان باید دوتایی ها رو کجا ببافیم؟ توی این فضا، توی این فضا، این فضا و این فضا، میشه 4 تا. هر رج یه دونه اضافه میشه. ما این بافت رو ادامه میدیم تا به 8 تا دوتایی برسه، یعنی به همین ترتیب اینو میبافیم تا زمانی که فاصله بین این بافت دو شاخه تا اون بافت دو شاخمون بشه 8 تا دوتایی. اینو من تا اینجا میبافم و بعد بقیه‌اش رو میام براتون توضیح میدم. پس یه بار دیگه من یه توضیح کوچولو بدم. ببین بعد از اینکه بافت دو شاخه رو زدید دیگه اصلا ما زنجیره نمیزنیم، مستقیم وارد این فضای بین دوتایی ها میشیم. دوتاییمون رو میزنیم اینجا، اینجا، اینجا و اینجا و بعد که اینجا به بافت دو شاخه گوشه رسیدیم، اینجا دوباره 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیر، 2 تا پای بلند میزنیم و این طرف هم باز به همین ترتیب تکرار میکنیم. خب ببینید من اینو بافتم، فاصله بین بافت دو شاخه من الان 7 تا دوتاییه. ببینید 1 2 3 4 5 6 7، ولی چون نخ من تموم شد نتونستم تا 8 رج ببافم. یعنی الان تعداد رج هایی که من بافتم 1 2 3 4 5 6 7 تا رج. شما بهتر هست که یه رج دیگه ببافید که 8 تا دوتایی بین این بافت دو شاختون داشته باشید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید ما باید بیایم و شروع کنیم به جمع کردن توت فرنگیمون. جمع کردن رو با رنگ سبز انجام میدیم. رنگ سبزمون هم حتما باید از همون رنگای نخای سوزنی باشه. خب ببینید این بافت رو به این ترتیب جمع میکنیم. این قسمتی رو که داریم سوزن رو وارد همین قسمت بافت دو شاخه میکنیم و این دفعه میایم و نخ سبزمون رو میگیریم. ببینید نخ سبز رو میگیریم میاریم بیرون، یه دونه زنجیره میزنیم همینجا که محکم بشه و بعد این 2 تا نخ رو از این پشت محکم به هم گره میزنیم. فقط یه نکته من در رابطه با نخهای سوزنی به شما بگم، اینا رو حتما باید بعد از اینکه گره زدید با حالا فندکی، شعله گازی، چیزی بسوزونیدشون. یعنی این نوکشون باید این قسمت ها سوخته بشه، چون در غیر این صورت میشکافه و راحت باز میشه و بافتتون رو خراب میکنه. خب این حالا بعدا من میسوزونم قبل از اینکه توی بافتم بره. خب
الان پس ما رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به این قسمتی که بافت دو شاخه زده بودیم و ما نخ سبزمون رو وصل کردیم. همینجا یه دونه بست من میزنم که به این قسمت وسط برسم. اینجا دیگه میام چه کار میکنم؟ موقع جمع کردن ما دیگه بافت دو شاخه نداریم. ما تماما یه رج میایم توی تمام این فاصله ها دوتایی میزنیم، یعنی یه دونه بافت دوتایی داریم. یعنی الان همین جایی که من هستم ابتدای رجم هست دیگه، 2 تا زنجیره میزنم، 3 تا زنجیره میزنم به عنوان ابتدای رج و همینجا میام یه دونه دوتایی دیگه انجام میدم. یعنی همین یه مرحله رو میرم دیگه، نمیام 2 تا زنجیره بزنم و یه دوتایی دیگه اینجا ببافم، نه، فقط یه دونه دوتایی اینجا میزنم که یه دوتایی 3 تا زنجیره است، یکی دیگه کنارش میزنم میشه 2 تا دوتایی دیگه. نه زنجیره میزنم نه چیزی، وارد این فضاها میشم و توی این فضاها هم میام و بافت دوتاییمو میزنم. یعنی این بافت دوتایی که قبلا ما میزدیم سر جای خودش هست، فقط اون 2 تا گوشه‌ای که ما بافت دو شاخه داشتیم اونجا دیگه بافت دو شاخه ما نمیزنیم توی این رج، میایم و یه دونه دوتایی فقط میبافیم توی اون فاصله بین بافت دو شاخمون. ببینید الان من فعلا دارم این قسمت دوتایی ها رو میبافم. اینا رو ما ببافیم تا برسیم به بافت دو شاخمون. ببینید من تماما اینجا بافت دوتاییمون رو زدم. الان رسیدم اینجا به این قسمتی که بافت دو شاخه دارم دیگه. اینجا فقط میام یه بافت دوتایی میزنم، یعنی 2 تا پای بلند میبافم. این یه پای بلند و این هم یه پای بلند، همین. و بعد دوباره میرم توی فضای بین دوتاییام و شروع میکنم دوتاییمو میبافم. اینو تا انتهای رج من تکرار میکنم، یعنی توی هر کدوم از اینا یه دوتایی میبافم. ببینید این طرف بافتم وقتی که من کامل دوتایی رو زدم و رسیدم به این قسمتی که 3 تا زنجیره‌ای که اول زده بودم، میام به این زنجیره سوم که اینجا میشه بستمو میزنم. این رج من تموم میشه اینجا. این 2 تا نخ رو هم باید بسوزونم قبل از اینکه بافتم بسته بشه و دیگه نتونم این کار رو انجام بدم. خب من اینجا نشونتون بدم، اینو گرفتم روی شعله و بعد چسبوندمش به خود بافتم که دیگه نشکافه. خب الان برای رج بعد من میام چه کار میکنم؟ وقتی که بستمو زدم، بستمو به زنجیره سوم زدم، میام و وارد این فضا میشم، چون من بافتامو دیگه توی این فضاها انجام میدم. یه دونه بست میزنم و چون میخوام اینجا الان بیام و پایه متوسط بزنم، میام و 2 تا زنجیره میزنم. پایه متوسط به این ترتیب هستش که نخ رو میندازم دور گردن قلاب، وارد پایه میشم، نخ رو میگیرم و بعد این 3 تا رو با هم یکی میکنم. دقیقاً مثل پایه بلنده، فقط یه مرحله کمتر داره، به این ترتیب که ما 3 تا رو با هم یکی میکنیم. خب اینجا یه دونه پایه متوسط زدیم، میریم توی پایه بعدی هم یه پایه متوسط میزنیم و اینو همینطوری تا انتها ادامه میدیم. یعنی توی هر کدوم از این پایه ها میایم و یه دونه پایه متوسط میزنیم به همین ترتیبی که یادتون دادم. نخ دور گردن قلاب، وارد این فضا میشیم، نخ رو میگیریم، این 3 تا رو با هم یکی میکنیم. کل رج رو به همین ترتیب میبافیم. خب ببینید من تا انتها این پای متوسط ها رو زدم. الان میرسم به این قسمتی که 2 تا زنجیره زده بودم. میام روی سر زنجیره دوم قلابم وارد میکنم و یه دونه بست میزنم. ببینید توت فرنگی من داره شروع به جمع شدن میکنه. الان دوباره میام اینجا و 2 تا زنجیره میزنم، چون باز میخوام من پایه متوسط بزنم. همینجا یه پایه متوسط اما این قسمت میزنم و شروع میکنم یه درمیون پایه متوسط میزنم، یعنی اینو نمیبافم، میام پایه بعدی میبافم، دوباره این پایه رو نمیبافم، پایه بعدی رو به صورت پایه متوسط من میبافم. یعنی به صورت این رج به صورت یه درمیون من پایه متوسط میزنم، یعنی یه پایه رو رها میکنم، پایه بعدی رو میبافم و اینو تا انتهای رج من تکرار میکنم. همونطوری که میبینید توت فرنگی ما داره شروع به جمع شدن میکنه. خب مجددا من رسیدم به انتهای رج.
ببینید یه پایه رو بافتم، یه پایه رو جا گذاشتم و میرسیم به این قسمت 2 تا زنجیره. به زنجیره دوم میام و بستم و میزنم و این دیگه من یه دونه رجه دیگه ببافم دیگه کامل این قسمت بالای توت فرنگی من بسته میشه. پس بازم میام و 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 و شروع میکنم یه در میون پایه متوسط میبافم دوباره، یعنی مثل رجه قبل من یه پایه رو رها میکنم، توی پایه بعدی پایه متوسطم رو میبافم. ببینید الان این رو رها میکنم، توی بعدی یه دونه متوسط میبافم، دوباره این رو رها میکنم، توی بعدی یه دونه پایه متوسط میبافم تا جایی که برسم به اون ابتدای رجم که همینجاست که الان من 2 تا زنجیره زده بودم و دیگه اگه نگاه کنید ببینید که کامل بسته شده. این توت فرنگی من چون تعداد این قسمت دوتاییایی که بافتم نخ من تموم شد و کم بود، یه مقداری کوچیک در اومده، ولی شما برای بافت اسکاچ بهتر هستش که این دوتاییاتون 8 تا باشه، یا حالا اگه دوست داشتید یه خیلی بزرگتر باشه 9 تا، ولی دیگه بیشتر از اون نه. ببینید به این ترتیب هستش. حالا من باید بیام اینجا بستم و بزنم، یعنی پای متوسطم رو که اینجا بافتم، اینجا میشه این قسمتی که 3 تا زنجیره های من بود دیگه، 2 تا زنجیره من بود. نخ رو میگیرم از توی این قسمت و از این حلقه رد میکنم به این صورت. اگرم میخوایم که بافتمون یه حالت دسته یا بند داشته باشه، میایم 10-15 تا زنجیره میزنیم همینجا قبل از اینکه نخ رو کات کنیم. 5 6 7 8 9 10. من 10 تا میزنم و همینجا میایم، ببینید اینجوری میشه، همینجا میام با یه دونه بست من اینو وصل میکنم به این صورت. میام این قسمت و یه بست میزنم. خب من بست زدن بندم به شما کامل آموزش بدم. ببینید قلاب وارد پایه کناری میکنیم، نخ رو میگیریم و از توی این حلقه هم رد میکنیم و بعد یه دونه زنجیره میزنیم که بافتمون محکم بشه. نخ رو کات میکنیم، میکشیم بیرون. حتما باید اینو بسوزونید و بعد روی بافتتون بچسبونیدش. خب بعد توت فرنگیتون رو صاف و صوف میکنید به این ترتیب. خب اسکاچ توت فرنگی ما آماده شد. امیدوارم که ببافید و باهاش کلی ظرف بشورید و اگرم میخواید که کسب درآمد داشته باشید بفروشید و کلی درآمد باهاش کسب بکنید. خیلی خوشحالم که منو توی این آموزش همراهی کردید. امیدوارم که راضی بوده باشید و تا آموزش بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.